محمد تمیم نسیمی هستم، یک تن از محصلین پانتون کاردان، پانزه اقتصاد دیپارتمنت BBA. از دوران مکتب شوق و علاقه بسیار زیاد داشتم. از همین خاطر بود که من انتخاب کردم اداره و تجارت را تا بتانم همو علم و فهمیدگی های لازمه که به خاطر یک کارآفرین و یک تاجر خوب ضرورت است اینا را در اینجا حاصل کنم. به خاطر از اینکه شوق علاقه بسیار زیادی که به قرآن کریم داشتم مشغول حفظ شدم و با فضل و عنایت پروردگار توانستم که زبان عربی را هم به اتمام برسانم. که از دستاوردهای مهم و اساسیش این بوده که حافظ قرآن بوده، با آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آشنایی بسیار خوب داشته. الحمدلله در تمامی سمسترهایی که ما درس خواندیم توانستیم که بلندترین فیصدی نمرات با بلندترین اوسط نمرات یا GPA که 4 می باشه و اکادمیک اکسلنس اوارد را توانستیم به دست بیاریم. در سطح تمام 15 نمراتشان تاپ است تا فعلا 4 GPA یا نمرات مکمل را گرفتن و بر علاوه از از طرف 15 و از طرف استادان تقدیر و تحسین خیلی زیاد شدن. تا فعلا ما 2 پروژه داشتیم به صورت کارآفرینی که یک پروژه را با پانتون هم شریک کرده بودم در سمستر اول که من خودم دیولپ کرده بودم و همیشه در آینده او را در افغانستان تطبیق کنیم. ایزی هوم بود که واقعا یک خلای است در بازار افغانستان. ما میخوایم یک پلتفرم جور کنیم به صورت آنلاین، جزئیات کارگر را به صاحب خانه ارسال کنیم از طریق آنلاین تا هم اطمینان داشته باشه صاحب خانه از کارگر و همچنان تضمین امنیتی از جانب کارگر. یکی از مسئولینی هستند که واقعا در اسایمنت های خود، در فعالیت های خود، در نوآوری و خلاقیت هایی که انجام داده و انجام میده یکی از شاگردان ممتاز دیپارتمنت BBA هست. میخوایم برای همه جوانا بگیم که یگانه راه حل به خاطر نجات خود ما و نجات کشور ما درس و تحصیل است و با درس و تحصیل میتونیم که خود را و کشور خود را و فامیل خود را و جامعه خود را از این تنگنایی که قرار داریم نجات بدهیم. پلان هایی که برای آینده دارم فعلا بعد از ختم دوره لیسانس پلان دارم که به خیر دوره ماستری خود را هم به اتمام برسانم در بخش منیجمنت